سلام دوستای عزیز، دوباره خوش آمدین به چینل افغان مایندست، جایی که درباره تاریخ و فرهنگ پررنگ افغانستان با هم یک جا تحقیق میکنیم. امروز میریم سر زندگی یک شخصیت افسانه‌ای، کسی که مردم به نام پدر ملت یادش میکنن، احمد شاه بابا. این رهبر قدرتمند کی بود و چگونه یک سرزمین پراکنده را یک دست ساخت تا بنیاد افغانستان امروزی را بگذاره؟ بیاین که ببینیم. احمد شاه بابا یا هم احمد شاه درانی نام است که در تاریخ جنوب و آسیای میانه خیلی پرطرفدار است. او فقط یک پادشاه نبود، هم متحد کننده بود، هم استراتژیست، هم شاعر و هم کسی که پایه های کشور امروز ما را جور کرد. تأثیرش تنها داخل افغانستان نماند، بیرون از مرزها هم اثر گذاشت و او را از مهمترین رهبران قرن 18 میشمارند. قصه ما از سال 1722 شروع میشه در شهر تاریخی هرات، جایی که احمد شاه بابا در خانواده سدوزایی از قبیله ابدالی پشتون به دنیا آمد. از همان اول زندگی برش سخت بود. پدرش در سن کم از دست داد، اما همین سختی ها بود که او را یک آدم استوار و مقاوم ساخت. احمد جوان به خاطر پیشرفت و راه بزرگ شدن داخل اردوی نادر افشار شد، پادشاه قدرتمند ایران. همینجا بود که در همین فضای سخت اردو و نظم عسکری مهارت‌های جنگی و رهبری را آموخت. زودتر تانست یاد بگیره و تجربه‌هایی گرفت که بعداً سرنوشتش را تعیین کرد. سال 1747 یک نقطه عطف بود. وقتی نادرشاه کشته شد، امپراتوری افشاری یک بار دیگر داخل آشوب و بی‌نظمی شد. در همین خلای قدرت، رهبران قبایل پشتون در کندهار یک لوی جرگه را برگزار کردند. اونا یک رهبر می‌خواستند که هم همه را یک جا نگه داره و هم خاک و مردم را حفاظت کنه. بعد از مشوره و فکر زیاد، انتخابشان احمد شاه بابا یک قماندان جوان و با جاذبه بود. او را به پادشاهی نشاندن و لقب در دوران برش دادند، یعنی مروارید مرواریدها، و از همان وقت به بعد قبیلهش به نام درانی مشهور شد. همین تاجگذاری آغاز امپراتوری درانی بود و بر مردم افغانستان یک دور تازه شروع شد. احمد شاه درانی با تاج بالای سر و یک فکر بسیار بزرگ در دل، راه گسترش و ساختن قدرت را شروع کرد. او با یک قلمرو کوچک قناعت نکرد. هدفش ساختن یک امپراتوری بود. اردوهایش را ساخت و در ساحات بسیار بزرگ پیش رفت. افغانستان امروزی را محکم گرفت و نفوذش را تا پاکستان امروز، شرق ایران، ترکمنستان و بخش‌های مهم هند شمالی رساند. با هوش نظامی و سیاست توانایش، قبایل و مناطق پراکنده را با هم یک جا ساخت و زیر یک بیرق جمعشان کرد. در اوج قدرت، امپراتوری درانی از بزرگترین و نیرومندترین امپراتوری های مسلمان زمان خود بود و این نشان میده رهبری احمد شاه بابا چقدر قوی بود. توانایی جنگی احمد شاه بابا واقعا افسانه است. یک استراتژیست بسیار قوی بود و لشکرکشی های موفق زیاد داشت، تا جایی که نامش به عنوان یک قماندان شکست نخورده میشناختند. مشهورترین پیروزی نظامیش جنگ سوم پانیپت در سال 1761 بود. در او جنگ بزرگ، نیروهایش مقابل امپراتوری قدرتمند مرهټه قرار گرفتند. مرهټه ها در هند شمالی نفوذشان را روز به روز بیشتر می‌کردند. با وجود دشمن سنگین، تاکتیک های دقیق احمد شاه و نظم اردوش باعث شد پیروزی قاطع به دست بیاید. همین جنگ هم جلو پیشروی مرهټه ها را گرفت و هم جایگاه احمد شاه را به عنوان یک نابغه نظامی محکم ساخت. تاکتیک هایش تا امروز هم قابل مطالعه است.
او نشان داد که چقدر خوب میدان جنگ میفهمد. عسکرهایش را روحیه میداد و جریان جنگ به نفع خود تغییر میداد. ولی رهبر بزرگ فقط با فتح جنگ بزرگ نمیشه. حکومتداری احمدشاه ترکیب جالب داشت. هم قدرت، هم مهربانی و هم درک. مردم او را به عدالت، خردمندی و تحمل بالا می شناختند. برعکس خیلی حاکمان او زمان به فرهنگ‌ها و باورهای مختلف احترام می‌گذاشت. رسم و رواج محلی را می‌ماند و در خیلی جاها از رهبران محل به خاطر اداری کارها کار می‌کرد. می‌فهمید اقتصاد اگر جور نباشه کشور هم نمی‌ایستد. به همین خاطر راه‌های تجارت را امن و قوی ساخت تا رونق پیدا کند. او هم نظم به دست گرفت و هم دیپلماسی را متحد ساخت و در منطقی که همیشه شور و آشوب داشت ثبات را نگه می‌داشت. اما احمدشاه بابا یک روی دیگر هم داشت. غیر جنگ و دربار او شاعر هم بود. اهل قلم بود. شعرهای زیبایی هم به پشتو می‌نوشت و هم به فارسی. شعرهایش یک نگاه نزدیک به دل و فکرش می‌داد. عشق زیادش به وطن، ایمانش و آرزوی جدیش بر وحدت مردم را نشان میداد. از شعرهایش معلوم میشه که تنها پادشاه و جنگجو نبود. یک آدم عمیق و اهل فکر هم بود. یک نفر هم جنگجوی سخت باشه و هم هنرمند لطیف در تاریخ کم پیدا میشه. به همین خاطر شخصیتش جذاب و چند لایه است. رهبری بود که یک طرف فرمان اردو میداد و طرف دیگر شعر را مینوشت. شعرهای دلی. بعد از سالها لشکرکشی و ساختن امپراتوری، صحت احمدشاه بابا کم کم خراب شد. در سال 1772 وفات کرد و در قلب کندهار دفن شد. همون شهری که راه قدرتش از همونجا شروع کرده بود. قبرش فقط یک ساختمان سنگ و مرمر نیست. برای افغانها یک زیارتگاه ملی است. جایی که مردم میآیند و بنیانگذار کشورشان برش احترام میگذارند. میراثش داخل هویت افغانستان نقش بسته. او فقط با عنوان پادشاه یاد نمیشه، به نام بابا یاد میشه. پدری که مردم را یک جا کرد و حس ملت بودن را قوی ساخت. در کل احمدشاه بابا یک شخصیت تغییرساز در تاریخ بود. قبایل پراگنده را جمع کرد و ازش یک دولت واحد ساخت. پایه‌های افغانستان امروزی را گذاشت. تا امروز هم نماد قدرت، وحدت و رهبری دوراندیش است. قصه‌اش یادآوری می‌کند که جرأت و دید یک نفر چطور می‌تواند سرنوشت میلیون‌ها نفر را برای قرن‌ها تغییر بدهد. او تنها برای افغانستان قهرمان نیست، بلکه برای هر کسی که رهبری و تلاش برای وحدت ملی را ارزش می‌داند یک الگو است. تشکر که با افغان مایندست همراه بودین. اگر این سفر تاریخی براتون الهام بخش بود لطفاً ما را لایک کنین و فراموش نکنین که چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگ نوتیفیکیشن را هم فعال بسازین که ویدیوهای بعدی را از دست ندهید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.